امروز میخوام بهتون نشون بدم که آیا واقعا میتونم کراش کنم یا نه. اولین اتفاقی که باید کراش کنیم 16 ولکیه که به نظر راحت میاد. 16 ولکی. بعدی 32 بلاکیه که این هم یه جورایی کار راحتی میاد. این هم از 32 بلاکی. حالا وقتشه بریم برای 64 بلاکی. ببینیم اگه اینو رفتم باید لایک کنی و هم ساب کنی. آره بریم ببینیم میتونم یا نه. هی چرا لایک و ساب نکردی؟ همین الان لایک و ساب کن و بعدش یه کامنت بذار، وگرنه شب قبل اینکه بیام تو خوابت میام توی کمدت. و اینکه الانم برو یه لیوان آب بخور و بعدش بخواب. نمیدونم تو چه ساعتی هستی ولی من خیلی دوست دارم تو بخوابی. آره دیگه، خداحافظ.